سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 18 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار کنیم. این قطعه خیلی قطعه ساده‌ای هست، یه اتود هست ولی تمرین بسیار بسیار خوبیه برای هنرجوهای مبتدی، برای اینکه هم تمرکزشون رو بالا ببرن هم کیفیت نوازندگیشون. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. لینک دونیت همین پایین هست. ممنون میشم که با حمایت هاتون به من انرژی و انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تری رو تولید کنم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 18 2/4 شمارشش به صورت 1 و 2 و او میشه و حالا میشماریم و اجرا میکنیم که متوجه بشید چطوریه. به نظرم بهتر شروع این قطعه رو به صورت دو میزان پیش بریم. یه الگوی ستایی به سمت بالاه که اصطلاحاً بهش برودری میگن. نوتا رو میخونیم. نوتامون هست می فا می ره می ره دو ره دو سی دو سی. یعنی از نوت می که شروع میکنیم، می نوت بالایش فا، دوباره خود می، بعد یکی میاد پایین. همین الگو یکی میاد پایین میشه ره می ره، بعد دو ره دو، بعد سی دو سی، یکی میاد پایین. خب اجراش میکنیم روی ساز. میدونیم که می خرک هشتم سفیده، فا خرک دوم پشت خرک، میشه می فا می ره می ره دو ره دو سی دو سی. یادتون باشه تو اجرا حتما انگشتا چسبیده باشه، ارتفاع مضرابتون کافی باشه که صدا اون شفافیت لازم رو داشته باشه. شمارشش اینطوری میشه 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او. میریم دو میزان بعد که یه نوت میاد پایین تر، ره می ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا. اجراش میکنیم ره می ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا. شمارشش 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او. دو میزان بعد باز یه نوت میاد پایین تر، دو ره دو سی دو سی لا سی لا سول لا سول، دو ره دو سی دو سی لا سی لا سول لا سول. شمارشش 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او. و جمله بعد خط سوم دقت کنید که اینجا زیر نوتامون یه 8 گذاشته. 8ی که این قسمت داریم و یه سری نقطه چین داریم که تا آخر میزان دوم اینو ادامه داده و اونجا بستتش. معنیش اینه که این دوتا میزان باید یک ناحیه بمتر اجرا بشه. یعنی مثلا خود نوت رو سیمای سفید نوشته شده ولی ما نباید این رو سیمای سفید بزنیم، باید بریم رو سیمای زرد اجراش بکنیم، یه ناحیه بمتر. نوتامون هست سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا. میزنیمش سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا. پس تا اینجا 4 تا جمله رو زدیم. از نوت می شروع شد و یکی اومد پایین. جمله اول بود می فا می ره می ره دو ره دو سی دو سی. جمله بعد از این نوت پایین‌تر یعنی از ره میشه ره می ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا. جمله بعدی یه نوت پایین‌تر از نوت دو ره دو سی دو سی لا سی لا سول لا سول و جمله آخر از نوت سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا. این 4 تا جمله بود که زدیم. ادامهش یعنی از میزان آخر خط سوم این نوتا به سمت بالا حرکت میکنن، میشه سول لا سول لا سی لا، تو خط بعد سی دو سی دو ره دو ره می ره می فا می تا می فا می میره بالا و بعد همون مسیر رو برمیگرده پایین، میشه ره می ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا سول لا سول فا سول فا. براتون کل این جمله رو میزنم از میزان آخر خط سوم. سول لا سول لا سی لا سی دو سی دو ره دو ره می ره می فا می و بعد یه دو خط تکرار داریم که کل این قسمت باید 2 بار اجرا بشه و دو میزان آخر قطعه که هست سو سو سول دو 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 سول، میشه سو سو سول دو 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 سول. یه دور کل قطعه رو براتون اجرا میکنم. 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او 1 و او دو او و او 1 و او دو او و 1 و او دو او و او 1 و او
اگر که بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیمش، دقت کنید که مترونوم رو باید روی 4 ضربی بذاریم و با هر ضرب مترونوم معادل یه نوت چنگ اجرا بکنیم. خیلی خب، مترونوم شروع میکنه به شمردن. 1 2 3 4. با هر ضرب مترونوم باید معادل یه دونه نوت چنگ که میشه 2 تا دولا چنگ اجرا بکنیم. پس اینطوری میشه: دو 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 دو. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که این ویدیو رو لایک نکردید لطفاً همین الان لایک کنید. این لایک کردن برای شما خیلی ساده است ولی میتونه برای من خیلی کمک کننده باشه و باعث بشه این ویدیو بیشتر دیده بشه و من انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشم که ویدیوهای بهتری تولید کنم. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.